سلام خدمت همه بیننده ها و دوستان عزیزم. این قسمت از آنباکسینگ یکی از کارهایی رو رونمایی میکنم که واقعا عاشقشم، یعنی بتمنی که عاشقشم. این بتمن 1989 اولتیمیت مستر لاین از پرایم وان و بلیتزوی هست و ادیشن نامبر 23 از 400 که در ادامه بریم ببینیم که چیا داره. خب این طبقه از باکس که باز کردم خود بادی بتمن هست. از همینجا مشخصه که اسکالپ صورت چقدر دقیقه و حالا یه نگاهی هم نیم نگاهی هم به آرمور رو به کفشا داریم. در واقع اینجا هم اکسسوری دستاشه که قرار داده شده و یه دونه هم گرپلینگ هوک. در ادامه کار رو حالا آنباکس شده مشاهده میکنید. این کار مقیاس 1:3 هست، همونجوری که گفتم ادیشن نامبر 23 از 400. مایکل کیتون قدش توی بتمن واقعیت 175 هست و حالا با توجه به اندازه گیری هایی که من کردم اگه بخوایم 1:3 رو دقیق در نظر بگیریم قد این بتمن از مایکل کیتون بلندتره. برای همین نتیجه میشه گرفت که اسکیل این کار یک کوچولو از 1:3 بزرگتره و به در واقع 1:2 نزدیکتر، نه حالا 1:2، یعنی به سمت 1:2 میره. کار به شدت پرجزئیاتی تمامی المان های توی فیلم 1982 رعایت شده. لوگوی زرد بتمن رو میبینید توی بیس که نماد خود فیلم هست، نماد سری بتمن برتون هست که حالا با اون لوگوی بتمنی که روی سینش قرار داره تفاوتایی داره بتمنش. حالا در واقع حالا توی بتمن ریترز لوگویی که روی لباس آرمور بتمن هست همون پایینی هستش. در کل برای همون فیلمش پایینی رو در نظر میگیرم و خب ولی با توجه به طراحی فیلم 1989 لوگوش این رنگی است. کار در واقع حالا 65 سانت حدودا خود کار هست، به جز بیس با بیس حدود 80 سانت هست، 78 سانت. و حالا بریم ببینیم اکسسوری ها چی داره. یه دونه دست داره که گرپلینگ هوک داره، حالا ببینید چقدر دیتیل داره گرپلینگ هوکش و دستکشاش که دات های روی دستکش مثل خود فیلم در واقع ساخته شده، همینجور که از نزدیک مشاهده میکنید. و عرض به خدمت شما که در واقع دو جفت دست باز داره که برای پوز دیسپلی دست باز میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینم یک شا میارم که از نزدیک مشاهده کنید. اینم همون دیتیل ها رو داره. و حالا بریم سراغ گرپلینگ هوکش، گرپلینگ گانش که میبینید این روتیتورش میچرخه و خب این خیلی جالب بود برام چون فکر کردم ثابته. و خب دسته اسلحه هم در واقع دسته هوک هم مثل ویدیو که میبینید باز میشه. خیلی در واقع دیتیل رعایت شده توی تمامی المان های این کار. اوورال در واقع حالا تنها چیزی که میشه در مورد گفت همون مقیاسشه که یکم با در واقع بزرگتره. حالا بریم یکم نزدیک شیم به در واقع اسکالپ رو ببینیم. همونطوری که مشاهده میکنید خیلی دیتیل صورتش دقیق طراحی شده. حالا یه سری توی پریویو های کار در واقع میگفتن نه شبیه نیست و اینا. اتفاقا منم حالا تقریبا هم نظر بودم تا اینکه کار ریلیز شد و در واقع ویدیوهای کار و عکس کار رو این هند کار رو دیدم و واقعا در واقع زحمت کشیده شده روشو. دیتیل های لب که در واقع لبای در واقع مایکل کیتون یک کم حالت پیچیدگی داره و کاملا اینجا دقیق و تمیز در اومده. رنگ چشما، سیاهی دور چشما کاملا در واقع دیتیلاش رعایت شده مثل خود آرمور فیلم. حالا سطحش رو ببینید یکم زبری داره، دقیقا این خود فیلمه. بیس هم الهام گرفته شده از
بت کیف هست، یه نماد لوگوی بتمن زیر پای مایکل بتمن در واقع هست و روی خود بیس حالا بارومتر، فشار سنج ها و علمان های دیگه ای رو ببینید که توی بت کیف بوده و توی در واقع وسایل در واقع دستگاه های بت کیف استفاده می شده. اینجا خواستن اون آوتنتیسیتی رو در واقع رعایت کنن. 4 تا لایت اپ داره، لایت اپ LED که باتری ساعتی میخوره هر کدوم. 3 تا یعنی 12 تا باتری ساعتی که حالا فعلا اینجا در واقع قرار ندادم، هنوز استفاده نکردم، ولی خب میشه برای دیسپلی توی شب هم ازش استفاده کرد. دیتیل های کفشا رو ببینید، دیتیل در واقع کفشا که کاملا دقیق در اومده. کمربندش حالا میگفتن رنگش با لوگوش متفاوته، خب توی فیلم هم همین در واقع چیزو داریم، کانترست رو داریم و طبق فیلم در واقع این کاملا درسته. اوورال میگم تنها اشکالی که میتونم به پرایما و بیدیسه بگیرم لیمیتد پایین این کاره، چون با توجه به اینکه محبوبیت بالایی هم داره بتمن مایکل کیتون بین طرفدارای بتمن، لیمیتد 400 تا خب به نسبت کم هست و حتی لیمیتد 350 تایی توی ورژنی که استچو بروس وین هم هست و خب حالا قرار شده اون رو زیاد کنن تعدادش رو، حالا شایع است ولی خب به نظر من باید در واقع بیشتر بشه، هرچند لیمیتد بودنش ارزش کار رو میبره بالا، ولی خب با توجه به فن بیسش انتظار میرفت که تعداد بیشتری از این کار تولید بشه. خیلی ممنونم که تا این ویدیو رو تا این لحظه با من همراهی کردید و تا آنباکس های دیگر بدرود.